سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروز پیشکش شما می‌گردد. 20 دستگاه نفس سوریعی مصادره شده از شهرت دارفروش کجا شدند؟ تظاهرات در روشان و سفر یادگار فیضوف به این ناحیه. ارمنستان در تعداد موارد آلودگی به ویروس کرونا به جای هر 1 میلیون نفر جمعیت از ایران و فرانسه پیش افتاد. نیکول پاشینیان مبتلای کرونا ویروس شد. در تاجیکستان مرگ و میر رتبه‌داران و نظامیان گرفتار به کرونا ویروس زیاد می شود. تماشابینان گرامی، وقتهای آخر شکایت مردم، شکایت شهروندان از جنایتکاری مقامداران چنان زیاد شده است که به هیچ گفتار راست نمی آید. این وزیر جنایتکار، آن وزیر قانون شکن و غیره و هکذا. نمیدونی از کجای این قانون شکنی ها بگویی، از کجایش تمام بکنی. بعضی ها میگویند شما غیبت میکنید، شما آنها را تهمت میکنید. برادران عزیز، تماشابینان گرامی، اگر تهمت باشد بگذار سنجیده شود که ما چرا تهمت بکنیم. اما ما غیبت نمیکنیم. ما واقعیت را میگوییم بروی خودشان. واقعیت را میگوییم بروی خودشان تا اصلاح شوند. من نگویم، تو نگویی، از همه این جنایتکاری ها من چشم پوشم، تو چشم پوشی، ملت چشم پوشد. این جنایتکاران به جنایت های کلان جرأت پیدا می کنند و تاجیکستان را به یک ارده جنایتکاران تبدیل می دهند. و نسل نورس و نسل آینده ما چی فکر می کند؟ فکر می کند که همین که منصبدار شدی، از آیله های رئیس جمهور یک کریش پیدا کردی، برای تو همه چیز ممکن است. جنایت میکنی، به قانون توف میکنی، به تو اجازت هست. برای همین ما همیشه کوشش میکنیم که واقعیت را بگوییم تا حقیقت روی آب برآید، تا ملت، تا مردم این جنایتکاران را بشناسد و پرده از روی آنها برداشته شود. ببینید تماشابینان عزیز، مقامات پلیس ولایت سوغد بعد تفتیش خانه شهرت سیدعلی خانوف، مؤسس و مدیر جمعیت دارای مسئولیت محدود سخاوت در شهر خوجند، 9 دستگاه نفسدهی صنعی پیدا کردند. 9 دستگاه صنعی. همچنین تفتیش های دیگر نشان دادند که این تاجر چند دستگاه دیگر را صاحب بوده است. بعد نشر دلیل‌های جنایت‌های این صاحبکار از طرف پایگاه اصلاح نت، مقامات امور داخلی ولایت سوغد به تفتیش تجارت او شروع کردند که در نتیجه سند و دلیل‌های جنایت‌های زیاد از طرف شهرت سیدعلی خانوف افشا شده است. جالبتر از جنایت‌ها و تفتیش یک صاحبکاری که جیانی وزیر رمضان رحیمزاده از او پشتیبانی میکرد، یعنی کریشه این دارفروش جیانی رمضان رحیمزاده، شهرت رحیمزاده بوده است. جالبترش این است که چی کسی به مقامات از پنهان نگاه داشتن بیش از 10 دستگاه نفسدهی صنعی خبر داده است. اینه که فروخت. با آنهایی که از قضیه بیخبرند خاطر رسان میکنیم که طبق یک افشاگری پایگاه اصلاح با مدیریت محمد اقبال صدرالدین، شهرت سیدعلی خانوف که مالک بیش از 40 داروخانه در ولایت سوغد و دوشنبه و نواحی اطراف آن است، تحت سرپرستی شهرت رحیمزاده، سردار شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه شهر خوجند و جیانی وزیر کارهای داخل رمضان رحیمزاده به قاچاق دارو از بشکک
از جمله داروهای امروزه سرطلبات مثل انافرون، ارگافرون، اربیدال مشغول بوده. همچنین با سوء استفاده از پاندمی قیمت این داروها را تا 10 مراتب بالا برده است. پاندمی استفاده میکنند، به سر مردم این بلا آمده است، این وبا آمده است. اینها از وبای بالای مردم آمده استفاده میکنند، یکی دیگر را کریشوت میکند، با طور قاچاق میبرند، دزدی میکنند. چیکار از دستشان میباید کردن میگیرند. گور سوزد و دیگ جوشد. بعد نشر این تحقیقات که در پایگاه اصلاح نشر می شود، بلا فاصله تفتیش قضیه شروع می شود که در نظر اول خیلی حیرت آور است. چگونه ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد جرأت کرده است نفری را تفتیش کند که زیر نظر جانی وزیرش است، یعنی جانی وزیر وی را کریشوت می کند. و چرا مقامات این گونه با سرعت به تحقیقات یک پایگاه مخالف واکنش کردند؟ چرا؟ حالا برگرده به دستگاه های نفسدهی صنعی. اهمیت دید. غیر 9 دانه از این دستگاه در خانه سیدعلی خانوف پیدا شده. همچنین پلیس سوغد معین کرده است که او حداقل 3 دستگاه دیگر را به درمانگاه و بیمارخانه ها به اجاره داده است. به اجاره. اکنون فهمیدید که دخترهای بیچاره برای چی پول میگیرند؟ این کریشه‌دارها و این منصبدارها از پاپها را به بیمارخانه ها به اجاره دادند. باید آنها در اجاره پول کار کنند. پول را که میدهد باید مردمی در حالت مرگ بوده، به ویروس گرفتار شده، به نفس صنعی گرفتار شده اهمیت داده ایستاده اید مردم. در همین حال منبع پیام میگوید از یک خانه دیگری متعلق به یکی از نزدیکان شهرت دار فروش چند دستگاه نفسگیری دیگر کشف شده است که منبع شمار آن را 5 تا 8 دانه میگوید. خاطررسان میکنیم در اکثر کشورهای جهان همین عمل، یعنی پنهان کردن دارو یا دستگاه های برای معالجه ضروری در زمان شیوع ویروس جنایت بزرگ محسوب می شود که برابر به قتل عمدی انسان هاست. قصداً یک کس بکشی چی؟ همین خیلی مردم را از یک اسباب ضروری من کنی چی؟ محروم کنی چی؟ تمام این دستگاه ها و داروواری های زیاده که حالا برای تبابت کووید 19 استفاده می شود از طرف پلیس مصادره می گردد. 9 عدد از خانه شهرت سیدعلی خانوف، 3 عدد از درمانگاه و بیمارخانه ها و چند عدد دیگر از خانه یکی از پیوندانش. اکنون باید جنایتکار جزا گیرد. همطوری باید جنایتکار جزا گیرد و دستگاه ها عاجلاً به بیمارخانه و درمانگاه ها تقسیم کرده شوند. یک اسباب های ضروری، داروهای ضروری است اینها، چون هر ساعت کاری آن میتواند جان یک نفر را نجات دهد. باید زودتر به بیمارخانه برده داده شود. اما این عملیات پلیس در هیچ رسانه‌ای از جمله گزارش خود وزارت کارهای داخلی ذکر نشد. همین قدر جنایت بزرگ را وزارت کارهای داخلی رسانه‌ای نکرد، در حالی که وزارت کارهای داخلی بازداشت یک سوزن دزد را در گزارش‌هایش به هنگامه تبدیل می‌دهد. همطوری هیزم دزدید، سنگ دزدید، خاک دزدید در تلویزیون نشان می‌دهند. نو اسباب نفسدهی صنعی را، حالا 9 نه تا 20 دانه رفته ایستاده است اینجا. یک نفر دزدیده است، پنهان کرده است
وزارت کارهای داخلی از این خبر نمی‌دهد. رسانه‌ای نشدن این عملیات به اندیشه ما دو سبب دارد. یکی از این سبب‌ها همان است که بنابر ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت علیه نفر زیر حمایه وزیرش عملیات گذراند و ما پایان‌تر این مسئله را شرح می‌دهیم. سبب دوم این است که هیچ یک از این دستگاه‌ها به بیمارخانه و درمانگاه‌ها نرسیدند. انیق‌ترش قسمتی از آنها رسیدند. به کجا؟ حالا باز میگویم. اما تنها به گوسپیتالی ریاست وزارت کارهای داخلی در سوخت واقع در شهر خوجند، کوچه کمال خوجندی 159. بیمارخانه‌ای که در آن تنها کارمندان وزارت کارهای داخلی طبابت میگیرند. فهمیدید؟ از معلومات‌های به دست آورده پیام برمی آیند که دستگاه‌ها به این گوسپیتال واقعاً ضرورند، چون کارمندان وزارت کارهای داخلی در ولایت بیشتر از نمایندگان هر کسب و کار دیگری سرایت یافتند. طبق گفته منبع ما هر سومین کارمند وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت گرفتار کرونا ویروس است. هر سومین. اهمیتی چی گفتنی گپ؟ نوروز جشن گرفتگیده یا جشن نوروز نظارت کردگی؟ در گوسپیتال خواه رفتیان. اما این گوسپیتال چندان بزرگ نیست و شمار کارمندان وزارت کارهای داخلی در ولایت هم به حد نیست که به این قدر دستگاه نیاز داشته باشد. منبع پیام میگوید به این گوسپیتال همگی 5 یا 6 عدد دستگاه نفسگیری صنعی آورده شده است. 11 تا 15 عدد آن معلوم نیست کجا رفته است. البته امکان دارد آن به گوسپیتال های دیگری وزارت کارهای داخلی در پایتخت و ولایت های دیگر فرستاده شده باشد، ولی تا حال هیچ معلوماتی در این باره دسترس نشد. اما سبب این که چرا ریاست کارهای داخلی در سوخت جرأت کرد علیه نفر زیر حمایه وزیرش عملیات گذراند و این که چرا این عملیات رسانه‌ای نشد، ما به شما اندیشه خودمان را ارائه میکنیم. طبق اطلاع منبع پیام در حال بعد نشر شدن افشاگری اصلاح رمضان رحیمزاده به جنایش امر میکند هرچی زودتر رابطه اش را با شهرت سیدعلی خانوف قطع نموده برای خودش را سفیدتر کردن در عملیات علیه او کمک کند. شهرت رحیمزاده با فرمان امکش همنامش را به قول کیدک میکند. شهرت رحیمزاده نه تنها به زنگ‌های شهرت سیدعلی خانوف بعد شروع عملیات جواب نمیدهد، بلکه تمام معلومات‌های ضروری درباره نفر زیر حمایه‌اش را در اختیار وزارت کارهای داخلی میگذارد. از جمله در خانه‌اش نگاه داشتن دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی و اجاره دادن آنها و داروهای قاچاقی سیدعلی خانوف را به وزارت کارهای داخلی خبر می‌دهد. سبب دیگری رسانه‌ای نشدن این عملیات به اندیشه ما در خیانت وزیر کارهای داخلی و جیانش به پیشوایشان و خانواده اش است. واردات داروواری به تاجیکستان منوپولی دو فرزند امامعلی رحمان پروینه و رستم است. پروینه با شرکت صفت فارم و رستم با شرکت اوریون فارم. هیچ کسی دیگر حق وارد کردن داروواری به تاجیکستان را ندارد و کوشش آن برایش بسیار گران تمام می شود. اما رمضان رحیمزاده جیانش را گفته روزها پتکلیچت کرده است تا که یک داروفروش را کریشوت کند و داروفروش به طور قاچاق به تاجیکستان دارو درآورده فروشد. حمایت رمضان رحیمزاده و جیانش
از یک قاچاقبر که پنهانی با رستم و پروینه رقابت میکرد میتواند برایشان گران تمام شود. به خصوص قاچاقبری که جرأت کرده است بدون اجازه خانواده دستگاه نفسدهی صنعی از خارج به تاجیکستان با طور قاچاق وارد کند و آن را به اجاره دهد. دستگاهی که فایدهش در این شب و روز به 1000% رسیده است. خانواده امام علی رحمان چی فکر میکنید شما؟ این گستاخی را عملا خیانت حساب میکند و میتواند با بدترین نوع به خیانتکاران برخورد نماید، آنها را جزا بدهد. بنابراین رمضان رحیمزاده تصمیم گرفت قضیه بدون سر و صدا تمام شود. به جانش شهرت رحیمزاده امر کرد هر چی زودتر رابطه اش با سیدعلی خانوف را قطع نماید و امر کرد عملیات مصادره دستگاه های نفسدهی صنعی و داروهای قاچاقی رسانه‌ای نشود. در اصل نه رحیمزاده و نه یتیما و دیگر وزیران چندان در مسئله بیزنس به پیشوایشان صادق نیستند. حق خوب میگویند، کار خود را میکنند. ما چند سند در دست داریم که از بیزنس رقابت وزیران و رئیسان با خانواده پیشوایشان حکایت میکند. فرصت که رسید رسانه‌ای خواهیم کرد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه به شما گزارش میدهد. در شبکه‌های اجتماعی دو نواری کوتاه نشر شد که نشان می‌دهد افراد زیادی در نزد بینای حکومت ناحیه روشن جمع شدند. مؤلف نوار نفر با اسم مستعار وندتا البدخشی می‌نویسد مردم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف را منتظرند. جزئیات دیگر داده نشده است. تنها در نوار شنیده می‌شود که نفری می‌گوید وضعیت ما در روشن بزیب است. گفتنی است یک گروه ساکنان ناحیه روشن در نزد بینای شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی سنه 25 می دست به اعتراض زده 3 جوانی را که از جانب کارمندان امنیت بازداشت شده بودند آزاد کرده بودند. اما در همین حال شام امروز رادیوی آزادی خبر داد که رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف به ناحیه روشن سفر کرد تا مشکلی بین ساکنان و مقامات انتظامی را حل کند. وی روز 1 ایون در حال به مرکز این ناحیه رسید که 10 نفر از ساکنان آن جمع آمدند تا عرض خود را به او رسانند. گفته می شود سبب بیشتر جمع شدن مردم در نزد بینای حکومت ناحیه در امروز اگر یک سو سفری رئیس ولایت باشد، از طرف دیگر گویا در بازداشتگاه ناحیه مورد لطوکوب قرار گرفتن یک ساکنی بازداشت شده ناحیه شرف قابلوف می باشد. بنا به اطلاع منابع روز 25 می 3 نفر که یکی از آنها عضو سابق اتحاد نیروهای مخالفین بوده است برای تجلیل عید از خاروق به دهه درزودی ناحیه روشن آمدند و در اینجا از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی دستگیر شدند. اما یکی از این جوانان توانسته است از بازداشت فرار کرده به مردم خبر دهد و ساکنان در نزد بینای شعبه امنیت جمع شدند. از بس که شماره اعتراضگران زیاد بود، کارمندان امنیت تلاش کردند تا 2 بازداشت شده باقی مانده را از بینای شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی به قرارگاه نیروهای مرزبانی انتقال دهند، ولی مردم هر دو را از دست مقامات کشیده گرفتند. در همین حال بانک ملی تاجیکستان که هفته گذشته تحریر آخرین رویخط شخصانی واقعی که از جانب جمهوری تاجیکستان همچون شخصانی علاقمند با تروریسم نشان داده شدند نشر نمود. بار اول به این رویخط سیاه اسم 3 تن از راهبران غیررسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را نیز شامل کرد. در این رویخط سیاه که در مجموع از 2647 نام عبارت است، تحت رقم‌های 114 1002 و 1003 نام‌های طالب ایامبکوی 54 ساله، یادگار محمد اسلاموی 61 ساله و محمد باقیروی 57 ساله 3 لیدری از همه پرنفوذی بدخشان درد شدند. در 10 روز اخیر در مجموع دستی کم 6 افسری بلندپایه میلیسای تاجیک
аз гирифторӣ ба бемории коронавирус ҷон ба ҷонофарин супурданд. طبق معلومات از شبکه‌های اجتماعی گنرال عبدالوهاب اسکندرزاده سردار سابق ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شب 30 و 31 می در سن 62 سالگی وفات کرد. اسکندرزاده 2 سال پیش از مقام معاون اول سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان به نفقه رفته بود. در همین حال سامانه اخبار نوشته است که 10 روز پیش برادر او سردار بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلاب عبدالسلام اسکندرزاده نیز از بیماری کرونا ترک این دنیا کرده بود. گمان می رود که گنرال اسکندرزاده از برادرش سرایت شده باشد. بجز از برادران اسکندرزاده ها همچنین هفته گذشته گنرال سنگرحمان کارمند سابق وزارت کارهای داخلی و دپارتمنت کنسولی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان را در آرامگاه محله خوجنبیای دوشنبه به خاک سپردند. سنگرحمان از یاران نزدیک یعقوب سلیموف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در سالهای 90 به شمار می رفت. روز 23 می پالکوونیک اسمانوف فرهاد معروفویچ 45 ساله سردار شعبه تیاری خدمتی سرریاست خدمات دولتی سوختارنشانی وزارت کارهای داخلی از عالم چشم پوشید. در این هفته کامران نام یک افسر ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی از بیماری کرونا وفات کرد. او همگی 32 سال داشت. روز 28 می پالکوونیک اسلامزاده دلشاد اصلان معاون اول سردار ریاست واحدهای تعییناتی مخصوصی وزارت کارهای داخلی قربانی کرونا شد. ریاست واحدهای تعییناتی مخصوص واحدهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی با شمول صابر، آمان و سپسنازی وزارت داخلی را در اختیار دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه خراسان که میبایست برای جستجوی حملگران از عکس و نوارهای ویدیویی در تلفن عبدالله غربتی ثبت شده استفاده برند و جای این تلفن خبرنگار را گرفته در حالت کار ناشایان به صاحبش برگردانیدند. بر ضمن این خود غربتی را وزارت کارهای داخلی گناهکار به آن دانست که گویا خبرنگار هفته‌نامه آزیا پلوس عبدالله غربتی برخلاف خواهش ساکنان ناحیه خراسان به دخل ناپذیری خیمه‌های زیستی موقتی آنها اعتبار نداده خواست وارد شده همسر و فرزندان علل خصوص نابالغان که در خیمه‌ها بودند به نوار گرفته گزارشی هنگامناک تهیه نماید. این هم در حال است که خود غربتی به آزیا پلوس گفته است حتی فرصت نیافته است که به خیمه‌ها نزدیک شده با ساکنان محلی صحبت کند. به گفته او در مسافه 150 متر تا خیمه‌ها автомашинаи رقم 1680 AR03 نزدیک ایستاده از آن 3 نفر مردان میبرایند و یکی خود را رئیس محله معرفی نموده میگوید که برای تهیه گزارش از او اجازه گرفتن لازم است. در همین حال به این حادثه سازمان‌های بین المللی و سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان واکنش نشان داده از حکومت دعوت کردند که گناهکاران حمله به روزنامه‌نگار دریافت و مجازات شوند. گفتنی است سنه 29 می عبدالله غربتی ضمن ادای فعالیت کسبی از جانب شخصانی نامعلوم در خراسان مورد لطوکوب قرار گرفت. دوام ماه می این بار دوم بود که غربتی را لطوکوب کردند. لطوکوب اول شام 11 می به عمل آمد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 می از روی دلیل لطوکوب خبرنگار مطابق ماده 237 قسم 2 بند ب اوباشی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرد. تا حال مجرمان را مقامات نیافتند. اکثر کارشناسان تخمین میزنند که لطوکوب روزنامه‌نگار کاری دست خود مقامات است. نخست وزیر ارمنستان گفت کشورش در تعداد موارد آلودگی به ویروس کرونا به جای هر 1 میلیون نفر جمعیت از ایران و فرانسه پیش افتاده است. در رسانه‌های تلویزیونی ارمنی نیکول پاشینیان سروزیر این کشور گفت آمار ارمنستان نزدیک به روسیه است و در صورت ادامه یافتن همین سرعت آلوده شوی و ویروس کرونا شمار مبتلایان ارمنستان به آمار ایتالیا خواهد رسید. نخست وزیر ارمنستان پیش بینی کرد اوضاع کرونا در این کشور بدتر خواهد شد و دلیل آن نیز رعایت نشدن اقدامات ضد پاندمی است. نخست وزیر ارمنستان در ادامه بر 3 توصیه اصلی استفاده از نقاب طبی، دیسینفکسیا کردن دستان و حفظ فاصله گیری اجتماعی تاکید کرد. به دنبال شیوع ویروس کرونا ارمنستان تاکنون آلوده شدن 8927 نفر
بهبودی 3317 نفر و هلاکت 127 نفر را تایید کرده است. در همین حال رسانه‌های ارمنی خبر دادند که نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گرفتاری کرونا ویروس شده است. رسانه‌ها تخمین زدند که پاشینیان حین ملاقات با شهروندان سیرایت شده است. اما طبیبان گفتند که وضع سلامتی پاشینیان میانه سبک است و نباید باعث نگرانی باشد. این بود تحلیل ما و شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.